به بالاترین سطح خود رسید. 8.2 دلار برای هر سکه. فکر کنم بتونیم بگیم که همسترها به این موفقیت کمک کردن. یک مستند مستقل 80 دقیقه‌ای در رابطه با مجموعه محبوب NFT کریپتو پانکس به نام وات د پانک هفته پیش شروع شد، اما پخشش رایگان نیست. و ظاهراً لین پامپ سولانا خود را به عنوان راهی برای ترویج کریپتو خود فروخت. رپرها بیوگرافی ایکس خود را به یک تیکر لیل پامپ تغییر دادند که در آخر هفته ایکس اسپیس را برگزار خواهند کرد و اکنون در مورد توکن در همه جا توییت می‌کنند. این هم بود برای امروز. What is he doing? He's beginning to believe. ممنون که نگاه کردی. لایک و کامنت و سابسکرایب و زنگوله فراموش نشه که هر وقت ما ویدیوی جدید گذاشتیم اونو تماشا کنید و به یاد داشته باش که همسترها قدرتمندن. فردا می‌بینمتون.